حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو تو کانال یوتیوب من. بچه ها امروز اومدیم پک بزنیم در این فوتبال. حالا یکی پک تیم های بارسا و یونایتد و بایرن رو داریم. خودم هم میخوام سکه بدم پک پک لیگ ایتالیا رو بزنم. اول بچه ها میخوام کاسمو بده، یعنی من یا کاسمو بده. کاسم دیگه بهتر از کاسم نداریم، دفاع رو کامل جمع کنه دیگه کاسم. بعد موسیالا هم حالا اگه بده دیگه، چون نمیدونم مسی و نیمار هافبک های هجومی من. حالا یه کاری میکنیم به امید خدا. بزن انگلیس، بزن لیگ انگلیس 5 ستاره. لیگ انگلیس 5 ستاره. لیگ انگلیس 5 ستاره. کاسمیرو و هم بیساکا بهم ندی. وای کی بهم دادی؟ کاس بابا عوض کاسمیرو فکر کنم 19 میپوشه. کاسمیرو مرسی کاسمیرو. هافک دفاعیمو تموم، مثلا که هافک دفاعی یه کسی رد نمیشه. هافک دفاعیم وای اینجا هم اگه شد من کاوارتس خیلیا رو خیلی دوست دارم. سی بی هم اگه تونست رو ببینم کیا رو داره. سی بی اگه این بازیکن روما بهم بده خوبه، یا بازی بین کاوارتس خیلیا این بازیکن رومو میشه. خب به این پکو بزنیم 1 2 3. کاوارتس خیلیا. خب تو رو خدا 5 ستاره بنویس. همشون 5 ستاره هم، ولی خب یه کارت خوب بهم بده. رومسی خوبه آقا، هستم عیبی نداره آقا، هستمش. خوبه، اوورالش خیلی بالا میره، یه 93 خیلی. اما اگه کاوارتس خیلی ها رو بهم میداد خیلی خوب میشد. بچه ها نمیدونم، حالا برم تیم هم. بچه ها میخوام بهتون نشون بدم تامنیل این ویدیو هم عکس تیممه. از دفاعمون شروع میکنیم. از دروازه‌بان یان سومه که گلرمونه. دفاعمون دلیخت، دیانگ و نونومنچی گواردیول، که من به جای دیانگ بعضی وقتا نونومندز هم میذارم، که جدیدن نونومندز میذارم. نونومندز هافک دفاعیم. آقای ژاکا که الان دیگه جایگزینش کاسمیرو. هافک های هجوم شب و راست رو بگم: هیونگ بین سون، سلطان کریستیانو رونالدو، لیو مسی، نیمار جونیور د سیلوا. اون بالا شفشنگو که خودم کارت زدمشو گذاشتم ویدیوشم. و حکیم بنزما، حاج کریم مسلمان، یک بازیکن خارق العاده. که بچه من اینجا روبرت لوانگولسکی هم دارم حتی، که اما دیگه حداقل اوور لولترینگ شفچنکو رو نگاه کنید خیلی بالا میره. الان 93، 10 تا دیگه اگه بهش بدیم حداقل تا 99 میره شفچنکو. که من الان نگاه کنم ببینم کارتش هست. کارت 99 پاک، یعنی وای حاجی وای. من توتی هم دوست داشتم بهم بده، ولی خب
دست من نی، اصلا هر چی بهم بده خدا کریمه. خب بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بچه ها خیلی مثلا من داخل یوتیوب 5-6 نفر ویدیو منو دیدم ولی مثلا لایکی نکردن. اما خب با اینکه ویدیو منو میبینید چند دقیقه لطف میکنید ویدیو منو میبینید، برام افتخاره. تا ویدیوی دیگه عشقای من، بدرود. Let's do it.